سلام هلو گایز، من دارم براتون ویدیو میگم. قراره بریم ابیلیتی کینگ کنیم و غیره رو ببینیم. پس لطفا با من تا آخر ویدیو همراه باشید. لیتس گو. یو خب، اولین چیزی که برای اینکه بگیرین، برین تو این برای بربرکینگ. به نظر من توپ خاردار خیلی خوبه، اما چون میگه جم زیاد میبره، من یک روش فارم کردن بهتون یاد میدم. اول میرین تو فروشگاه لیگ، بعد مجون منبع میگیرین. اگر 150 تا مجون منبع مساوی با هر مجون منبع مساوی با 10 تا جم، 150 ضرب در 10 میشه 1500 تا جم. میتونه این شکلی اون جواهرات و لوازمایی که برای بربرکینگ و مثلا گلوله آتش و آینه جادویی و چکمه برقه و اکشن فیگور بگیرین یا دستکش غولاسه ها، میتونی چیلی فارم کنیم بگیری. این ایونت جدیده که ما نمیتونیم در حالت عادی بگیریم، چون اونقدر جوایزی نمیده که ما بتونیم مثلا بگیریمش. پس اونجا رو ول کنی. حالا من زدم، دارم ارتقا میدم، میرم چند حال 10. میدونم هنوز ضعیفم، ولی اگر بتونم ارتقا بدم بلیط طلایی رو بگیرم، میتونم سریع همه چی رو ارتقا بدم. مثلا یه نشونه بهتون نشون بدم. مثلا 17 ساعت ارتقا میخواد، میگه 3 ساعت میتونیم با 3 ساعت 24 دقیقه بتونی با بلیط طلایی بگیریش. خب حالا میایم بهتون این شکلی نشون بدن که مثلا اینجا میگه خرید در دسترس نیست، برنامه فروشگاه گوگل پلی باید بریزشم. بعضی وقتا مثلا اگر تو گوگل پلی تو بریزشن نکرده باشه، این همچنین حرفی میزنه، ولی اگر مثلا شده، خب این مشکل اینه که وی پی میخواد. اگر منم با وی پی دارم میام ولی داخل بازی میگه نمیشه. خب دلیل اولش اینه که من 6 بار این کارو کردم و گفتش کارت بانکی اروپایی میخواد، یعنی یورو با آمریکایی. و الان که میبینید این ایونت جدیده که ریخت و پاشه. من الان اومدم بهتون یاد بدم که اینا چجوری بزنین. اینا هاش. خب اول اینو میندازین اینجا، بعد اینو اینجا ابیلیتی کینگو میزنین. خب نیروها رو همشون از این طرف ول میدین. خیلی خوب، تلس سمی هم میندازین اینجا و تلس خشم هم اینجا و یه دونه برای این میزنین. خیلی خوب، خب همینجور که میبینین ما میریم 2 تا هم اینجا میندازین. خب یه دونه اینجا، بعد شروع به کار میکنین. تمام شد. یعنی تمامی کار همه بخشش اینجا بود. بخش سختش این همین جاها بودا. ها دست منه. خب این بخش کار که تموم شد، این اصلا نیازش خرج کنه، این مسخره است، یه چیز مزخرفه. ها الان خیلی سریع راحت ما تونستیم کاراشون تموم کنیم. بریم سراغ ویدیو و
ویکینگ مرد. تمام شد، ما بردیم. اینم از ویدیو. خب